نابرابری‌ها از سوال شد مثال نوداف چون در سوال تست همون دبر اومدیم خب باید دیگر کار کنیم این نمود سوال چه کار میکنیم باید در سوال حلی بتونی کلانترین نابرابری کنیم میدونیم که ما در نابرابری‌ها در حالا بسیار هستند لیکن از مچیم حلی بتونی کلانترین رو یابیم میگن برای این کار کنیم بیایم اول قوس رو بکنیم و همه اعضا رو با یک طرف جمع میکنیم وقتی ما قوس رو میکنیم این میشه x کوادرات جمع x minus 2x minus 2 خورد از 18 است 18 رو به طرف چپ بیارم و طرف چپ رو هم ساده کنم این میشد x کوادرات minus x minus 2 minus 18 از 9 خورد و این میشد x کوادرات minus x minus 20 از 9 خورد بعد ما باید برای نابرابری کنیم ریشه ها رو یابیم با قوس ها جدا میکنیم این میشد x minus 5 x جمع 4 بیایم اینها با نابرابر کنم با ما ریشه لازم است این میشه x برابر 5 و x برابر مینوس 4 است بعد چیکار میکنیم ما باید خط تیر رو کشیم و نابرابری کار کنیم ریشه رو از خود به کلا میمونیم با مینوس 4 5 و چیکار میکنیم باید یابیم کی پلوس کی مینوس از مینوس به آخر تا مینوس 4 یک عدد رو انتخاب میکنم بگذارم مینوس 10 باشد و در نابرابری میمونم آیا جای من پلوس میشد یا مینوس این پلوس میشد بین مینوس 4 و 5 0 رو انتخاب کنید این مینوس میشد باز پلوس و ما چی لازم از 0 خورد یعنی حل کاری ما بین مینوس 4 و 5 x بین مینوس 4 و 5 است از ما چی میپرسد حل بتونی کلانترین حل بتونی کلانترین 5 نیست البته که از 5 چی میبید 4 میبید 4 حالی بتونی کلانترین این نمبر رو هم کار کنیم باز با راهی پیشینه ما باید چکار کنیم قوس رو کشیم در طرف چپ و هجر رو به طرف چپ هم گیریم بیایم قوس رو کشیم این میشد x کوادرات مینوس x مینوس 4x جمع 4 خورد یا برابر 18 بعد 18 رو به طرف چپ گیریم x کوادرات مینوس 5x جمع 4 مینوس 18 از 9 یا برابر خورد است بعد این رو اگر ما ساده کنیم میشد x کوادرات مینوس 5x مینوس 14 از 9 یا برابر خورد بعد ما باید ریشه ها رو برای ریشه ها رو یافتن باید چیکار کنیم با قوس ها جدا کنیم یا با روی فرمول کوادراتی این میشد x مینوس 7 x جمع 2 برابر 9 کنم برای من ریشه ها 7 و مینوس 2 است بعد باید چیکار کنم خط تیر رو کشیده نابرابری رو باید کار کنم ریشه رو از خود با کلا میمونم مینوس 2 و 7 از اینجا از مینوس به آخر سر میشه تا پلوس به آخر بین مینوس به آخر مینوس یک عدد رو انتخاب کنم بگذار مینوس 10 باشد بعد به نابرابری مونده میبینه آیا جواب من پلوسه یا مینوسه است مینوس 10 رو انتخاب کنم جواب من پلوس میشود 0 رو انتخاب کنم جواب من مینوس میشه اینجا هم پلوس میشه با من چی لازمه خوردی 0 است خورد یا برابر 0 برای من جواب من بین مینوس 2 و 7 میشد یعنی x ما از 7 خورده است یا برابر یا اینکه از مینوس 2 کلان است حل بتونی کلانترین رو برابر یا بنویسید از اینجا میگم حل بتونی کلانترین این 7 میشه برابر که از 7 میتوانم مثال 99 حل بتونی کلانترین رو برابر کار کنیم باز به مثال پیشینه مانند است باید چیکار کنیم قوس رو کشویم این میشه x کوادرات جمع 2x مینوس 3x مینوس 6 خورده از 14 14 با طرف چپ x کوادرات مینوس x مینوس 6 مینوس 14 از 9 خورد بعد این رو هم بسازیم x کوادرات مینوس x مینوس 20 از 9 خورد است بعد ما باید ریشه ها رو یابیم ریشه های همین مدل کوادراتی گویم x مینوس 5 x جمع 4 برابر 9 گم با من ریشه ها لازم است x برابر 5 است یا اینکه x برابر مینوس 4 است بعد خط تیر رو کشیده ریشه ها رو میمونیم برای نابرابری رو کار کردن مینوس 4 و 5 مینوس به آخر و به آخر باید یابیم کی پلوس کی مینوس میشد بین مینوس به آخر و مینوس 4 یک عدد رو انتخاب کنم مینوس 10 باید من عدد های آسان رو میگیرم بعد همین مینوس 10 رو گرفته و نابرابری مینوس 100 رو هم گیرم پلوس میشود مینوس 4 و 5 عدد آسان 0 است یک هم گرفته مینوس 2 هم گرفته میتونن 0 رو گیریم این مینوس میشود اینجا پلوس میشه با ما مینوس لازم است برای همین در حل کلمه با مینوس 4 و 5 است یعنی x از 5 خورد از مینوس 4 کلان است حل بتونی کلانترین این البته 5 نیست پس از 5 4 میباید مثال 100
چند عددی ناتورالی نابرابری رو قانع میکنند. برای نور از همه راه آسان یا کنیم وقتی که شما اطراف نابرابری داشته باشه همین همه طرف رو با 3 ضرب با مخرج این چی میشود 3 ضرب 2 5x مینوس 4 3 اختصار میشه وقتی ما اینو با 3 ضرب کنیم و 3 ضرب 12 ببین با اگر ساده نویسم 6 5x مینوس 4 36 خود بعد نیا کنیم من مقصد چیه هم میونه فقط x مونده میخوام نیا کنیم مینوس 4 به هر دو طرف میگیریم این میشود 6 اگر قدم رو قدم بسیم 5x 36 مینوس 4 رو به هر طرف بیرم این میشه پلوس 4 به هر طرف به پلوس 4 میبرود و اگر این رو ساده کنیم این چی میشه 10 5x چی بعد هر طرف رو با چیکار باید کنیم با 5 تقسیم x رو باید تو کنیم هر طرف با 5 تقسیم کنیم این میشود 10x چی دویم تقسیم 5 هر طرف رو میکنیم و آخران نتیجه ما چی میشود x باید از 8 خورد از 2 کلان است اکنون کنیم چند عددی ناتورالی میگرد قانع میکنم برابری نداریم و 3 قانع میکنم چون که از 2 کلان باید عددی ناتورالی 4 میبید 5 میبید 6 میبید 7 میبید یعنی همه چیزی که داریم 5 دانه همه عددی ناتورالی هست که نابرابری ما رو قانع میسازد مثال 1 چند عددی بودن نابرابری قانع میکنند این نمودی سوال نیا کنیم یک ما در یک طرف داریم هم وقت از همه روی آسان همین یک رو به طرف چپ گیریم این میشه 10 مینوس x جمع 10 مینوس 1 از 9 کلان دیگر روی آسانش هم درش ممکنه که عموما حل کار رو هم فکر کنیم چون که دیگر کوادراتی هم درش ممکن دیگر هم بعضی خطاگی هاش نش ممکن در اونجا برای همین اصلا روی گارانتی دو رو گیریم یک رو به طرف یگان دادر به طرف چپ یا راست میگن که یک طرف قهوه 0 شود بعد برای این کار مخرج رو میدیم یعنی یک از x جمع 10 میکنیم 10 مینوس x مینوس x جمع 10 ما مخرج رو میدادم و مخرج رو x جمع 10 از 9 کلان است اکنون اگر صورت رو ساده کنیم 10 مینوس x مینوس x مینوس 10 x جمع 10 از 9 کلان بعد نیا کنیم اگر این ساده چی میشه مینوس 2x x جمع 10 از 9 کلان اکنون برای اینو کار کنن هم صورت هم مخرج ریشه هاش رو میابیم یعنی شما باید فکر کنیم که مینوس 2x کی 0 میشد ما میگیم x وقتی که 0 است بعد چی x جمع 10 کی 0 میشد x برابر مینوس این ما برای مدل کار کردن بم برای نابرابری کار کنن همین راه رو باید کنیم بعد خطی رو میکشیم و ریشه ها رو میمونیم از خود به کلان مینوس 10 و 9 از مینوس بیاخر تا بیاخر بعد با مینوس بیاخر تا مینوس 1 عدد رو انتخاب کنیم دل خوب مینوس 100 باشه و نابرابری مونه همین نابرابری مونده میبینه آیا اشارت ما پلوس هست یا مینوس هست وقتی من مینوس 100 رو گرفتم میبینم که این صورت پلوس میشه مخرج مینوسه تقسیم پلوس و مینوس این مینوس میشه و این مینوس 10 و 0 یعنی آسان میکنم بگذار مینوس 5 باشه مینوس 5 رو من صورت پلوس میشه مخرج پلوس تقسیم پلوس میشه برای 0 و بیاخر 100 رو انتخاب کنیم این مینوس میشه با ما چی و کی از 9 کلان یعنی مثبت است چیکار کشید میدونیم x بین 9 و مینوس 10 هست مینوس 10 رو انتخاب کرده نمیتونیم چون که مخرج نوش نمیتونم 0 رو انتخاب کردم نمیتونم بعد حساب میکنیم چند تا x همین رو قانع میسازد این مینوس 9 است چند عدد بوتون یعنی مینوس 9 مینوس 8 مینوس 7 مینوس 6 مینوس 5 مینوس 4 مینوس 3 مینوس 2 و مینوس 1 تا 9 رفتیم اکنون میشونیم چند تا هست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دانه هم خیر عدد ها هستند 102 قیمتی کلانتری بتونه x رو میکنه 9 رو قانع میکنند نیا کنیم در صورت مخرج ما برای 9 رو کنیم ریشه هاش رو باید یابیم اوایدگی وقتی که شما این کسری رو میبینیم هم وقت ریشه ها رو یابیم x کوادرات مینوس 15x جمع 56 برابر 9 میکنیم و این مدل رو باید کنیم x رو میبینیم چه که داریم x مینوس 8 x مینوس 7 نوشته میتونم و از اینجا من دو تا ریشه یافتم 8 و 7 از صورت مخرجم باید هم خیلی کنم x مینوس 3 در کوادرات مینوس 100 برابر 9 یا کنم برابر 9 شدن یک طرفش 100 است من اینو با ریشه هاش رو افتادم لیکن هم تو منطقی اگر همین نیا کنیم این درونی قوس باید 100 10 شود همین
شما میخوایی برای تست کار کردم 10 شود برای 10 شدم x 13 شده میتواند اگر 13 مونم 13 مینوس 10 هست 10 کвадрат 100 9 میشد باز هم چی شده میتواند مینوس 7 اگر x مینوس 7 شود مینوس 7 مینوس در 100 میشود دو تا ریشه دیگر هم میفتیم یعنی همگی 4 ریشه داریم ما بعد چیکار میکنیم در خط تیری این ریشه رو مونده نابرابری رو باید کار کنیم از خورد به کلان اصلا ریشه خوردمون مینوس 7 است بعد کدامش میبیاد 7 میبیاد بعد 8 میبیاد بعد 13 میبیاد بعد پلوس به آخر بعد مینوس به آخر ما باید اکنون کار کنیم کی پلوسه کی مینوس میشه در نابرابری میمونه وقتی که ما مینوس به آخر مینوس یک عدد رو انتخاب کنیم مینوس 10 اصلا ما آسان میگیریم وقتی که من در نابرابری میرم سرعت مینوس 10 رو مونم پلوس میشد مخرج باشد پلوس میشد در اینجا پلوس میشد بین مینوس 7 و 7 0 رو انتخاب کنم سرعت پلوس میشد مخرج مینوس میشد نمره وقتی میمونه 9 مینوس 7 مینوس میشد سرعت بین 7 و 8 7 نیم رو مونه سرعت مینوس میشد مخرج هم مینوس میشد پلوس میشد بین 8 و 13 10 رو انتخاب کنیم سرعت پلوس میشد مخرج مینوس میشد بین 13 و بخیر 100 رو میلیون رو انتخاب کنیم سرعت پلوس میشه مخرج هم پلوس میشه اکنون با موچید از 9 خورد در کدام حالت میشد وقتی بین این باشد x و بین 8 و 13 یعنی x وقتی بین 7 و مینوس 7 باشد یا اینکه x بین 13 و 8 باشد البته قیمت کلانترین بتونه x رو نور قانع میکنه این البته که 12 است اگر در یگان جا خطا نکرده باشیم در حل کار 12 رو اگر مونیم پلوس پلوس مینوس درست میشد از روی کاری ما 12 است یکسسه عددی کلانترین بتونیم مثبت رو یابد که نمره قانع میکند در این نمودی سوال ها بیاین اهم اعضاها رو با یک طرف اول جمع کنیم چقدر نوشته میتونیم ما این رو 5 درجه x مینوس 24 ما این رو 5 در درجه تقسیم 5 درجه x نوشته میتونیم بعد این رو چقدر نوشته میتونیم همش رو با یک طرف جمع کنیم 5 درجه x مینوس 24 مینوس 5 کوادرات 5 درجه x از 9 خورد بیاین همش مخرجش رو برابر کنیم 5 درجه x میتیم 5 درجه x در کوادرات 5 درجه 2x میشد مینوس 24 ضرب 5 درجه x مینوس 5 کوادرات تقسیم 5 درجه x از 9 خورد نگاه کنیم مخرج در اینجا یکم باز نمیکنم برای نابرابری ما چون که این هم وقت مثبت میشود چی که جای x نمونه هم وقت جوابش میده برای نابرابری تاثیر نمیکنه و اون رو ما اعتبار نکنیم میشود یعنی برای ما چی دکور است این سرعت برای نابرابری یعنی 5 درجه 2x مینوس 24 ضرب 5 درجه x مینوس 25 از 9 خب من باید این رو کار کنم برای این رو کار کردن بیاین حرفش رو یک نامعلوم رو عوض کنیم جای 5 درجه x ما a میمونم و 5 درجه 2x این a کوادرات میشه برای آسان‌تر کار کردن و این چی میشه a کوادرات مینوس 24 مینوس 25 از 9 خورد و اینو با ریشه هاش رو یابیم چه کار میکردیم مینوس 25 جمع 1 از 9 خورد یعنی باید میکنیم از اینجا دو تا ریشه داریم 25 است یا اینکه مینوس 1 و خطی رو کشیده کار میکنیم چی میبینیم خورد مینوس 1 25 پلوس 25 است مینوس به آخر و پلوس به آخر و این نابرابری رو کار کنیم مینوس به آخر تا مینوس 1 رو یک عدد رو کنیم مینوس 10 باشد مینوس پلوس میشود 0 رو انتخاب کنم مینوس میشود اینجا پلوس برای 25 پلوس 25 است و اینجا با من چی لازم است مینوس لازم است این طرف لازم است یعنی آی من بین 25 و مینوس 1 است لیکن برای ما لازم نیست چی گفتیم ما 5 درجه x ما اینو چقدر نوشته میتونیم 5 درجه x بین 25 است و مینوس 1 ما میدونیم که درجه 5 مینوس داده نمیتونم و از اینجا چی میاد عدد کلانترین بتونیم مثبت رو بیابیم همین رو نابرابر کدام x قانع میکنه 5 x دوش نمیدونم x 1 شده میتونه نمیخوام برای همین اصلا کلانترین این 1 است مثال 134 نگاه نابرابری لوگاریتمی است در اینجا ما در لوگاریتم بعضی چیزا با خاطر باید بیاریم وقتی ما لوگاریتم
дар асосаш мо дорем x агар бошад, мисол ягон нобаробари x ҳам вақт бояд калони 0 бошад. Минуса шуда наметавонад, баробари 0 ҳам шуда наметавонад. x бояд ҳам вақт калон 0. Яъне ҳамин қисм бояд аз 0 калон бошад. Онро ба диққат бояд кунем ва ба 0 бояд баробар набошад. Биёин роҳи осонро интихоб кунем. Барои мисол кор кардан чӣ кор карда метавонем? Мо инро ҳамчун логаритми асосаш 2 x квадрат минуси x минуси 2 аз чӣ хурдааст 2ро ба логаритми асосаш 2 гардонда метавонем. 2 ва 4 навишта метавонем. Ин аз рӯи қоидаи логаритмӣ омада истодааст. Мо ин хел навишта метавонем ва инро мо чӣ кор карда метавонем? Нигоҳ кунед логаритм ҳаст. Яъне мо инро якбора кӯтоҳ карда хел навишта метавонем ва ин нобаробариро кор кунем. Агар мо ин чӣ мешавад? 4 ба тарафи чап кунем. x квадрат минуси x минуси 6 аз 0 хурд. Баъд мо ба мо решаҳо лозим аст. Ин чӣ мешавад? x минус 3 x ҷамъи 2 баробари 0. Аз инҷо ба мо реша лозим аст. 3 ва минуси 2 аст. Акнун барои нобарои кор кардан бояд чӣ кор кунем? Хати тирро мекашем ва решаҳоро мемонем аз хурд ба калон минуси 2 ва 3 аз минуси биохир ҳисоб мешавад то плюси биохир. Ададҳоро интихоб мекунем. Масалан минуси 10 бошад, дар нобаробарӣ мемонем. Ин мешавад чӣ мешавад? плюс минус плюс тафтиш карда метавонем ва ба мо чӣ лозим аст? Минусе лозим аст, яъне ин қисм лозим аст. Боз чӣ гуфта будем дар аввал? Мо гуфта будем ки ҳамин қисм бояд аз 0 инҳо ҳам бояд ба назар гирем. x квадрат минуси x минуси 2 бояд аз 0 калон бошад ва агар мо инро решавашро ёбем, ин мешавад x минуси 2 x ҷамъи 1 баробари 0 ва аз инҷо дута реша дорем мо 2 ва минуси 1. Баъд барои ин ҳам мо хаттиро бояд кашем. Барои ин нобаро ҳам бояд кор кунем. Ин мешавад минуси 1 ва 2. Ба ин нобаро агар мо монем минуси 10ро монем, ин мешавад плюс 0 минус плюс. Яъне барои ин мо чӣ лозим аст? Барои ин мо плюс лозим аст ва акнун ҳарду инро ба назар гирифта решаҳои умумиро меёбем. Аз рӯи аввалаш x мо чӣ аст? Дар инҷо дар аввал x мо байни 3 ва минуси 2 аст. 3 ва минуси 2 аст. Лекин дар байнашон баъзе решаҳоро гирифта наметавонем. Ҳамчун кадом решаҳоро гирифта наметавонем? Масалан минуси 2 нависем ҳамашро, ададҳои бутунро нависем. Ба мо ададҳои бутунро мепурсад 0 1 2 3. Аз рӯи дуюм ин чӣ маъно дорад? Мо 0ро интихоб карда наметавонем, чунки 0ро монем минусе мешавад. 1ро ҳам интихоб кардаем, 2ро ҳам интихоб кардаем. 2ро интихоб кунем, ин 0 мешавад. Ва ба мо чӣ ҳаст? Минус 2ро интихоб карда метавонем. Минус 2 чунки плюсе медад. Минуси 1 ҳам интихоб, 3 ҳам интихоб карда метавонем аз рӯи нобарои дуюмаш. Ҳамаи суммашон агар мо ҷамъ кунем, ин ба 0 баробар аст.